شما توی کافه علاقه مندی یا اصلا کات نکن ولی دوباره میگم اگه دوست داری توی کافی شاپ کار کنی یا اصلا فقط مشتری کافه ای، امروز میتونی با ما پشت صحنه های یک روز کاری کار تو کافی شاپ رو ببینی. فقط متاسفانه یه جاهایی از این ویدیو به خاطر یه سری از علت‌ها خوش میگم 12 چنده؟ ها؟ 12 26 به راجع 26 میلیون مارک من قاطی کنم گوش میتر کنم ضبط نشده پس بدونی که یه سری مجهودات هم هست میتونی نمونه شده بگی یه روز کاری کافی شاپ ساعت چنده الان؟ 11 و 30 دقیقه ساعت 11 30 دقیقه شروع میشه واسه شما با خرید؟ نه خیرم روزای ما چیزه قبلش کارهای غیر قابل پخش. سلام عباس آب بیارم واسات. خدافظ. من کجا داریم میریم؟ رسالت خرید کردن این شکلی که میریم میای میبینین با کلی وسیله برگشت ولی نمیدونین چقدر درد سر باید بکشید. میکنم ما جزو تنها کسی هستیم با 206 افغان بینیم خرید میکنم. 11 و 44 دقیقه فربود و نیکان رفتن خرید کنم. قراره که من اینجا از اتفاقای توی کافی شاپ ویدیو بگیرم. خیلی کار داریم ولی تا مشتری نیست وقت چیه؟ غیبت. لیست واسه فرستاد ما بینم؟ نه منتظر لیست خرید هستیم. اینجا رسالت اکثر خریدای حضور اینجا انجام میشن بعضی‌ها رو پخش میکنن. شما اگه گرگان زندگی کنین میتونید برید اینجا خرید رستوران کافی شاپ عمده است. میریم بستنی بگیریم. بستنی خرید بستنی اینجا شیر بخرید. وقت میگن خرید کردن کار راحتیه. بیا این راحتیه. فربود و نیکان هنوز نیومدن ولی ما میریم که به کارمون برسیم. یه نکته‌ای که هست اینه که کارای کافی شاپ هیچ وقت تموم نمیشه. از شما رو بکنم این بردار ممنونی. شما کنید دمای آب رفته بالا منتظر ماشین فهم بزن. دمای هوا رو لطفا بگید 44 درجه 44 درجه. خرید کردن کار راحتی نیست. کار رو اول از مرتب کردن سمت مشتری شروع میکنیم که مشتری میاد چیزی اینجا تو ذوقش نزنه. خیلی چیزای زیادی هست که بخواد تو ذوقش بزنه. پس بریم تمیزش کنیم. بریم با هم بدون تو هوا دلگیره اینجا شب بارید روی تن برف اینجا موز این تخلیه بود بفرمایید. دوستان وقتی لب نمکی میکنین ریختن آبنار خیلی مهمه که به این لبه ها نخوره و نمکمون خیس نشه. سهیلا همیشه الان نگاه کنین. آفرین با استعداد دختره. حالا دیگه شما نیکان کو واقعا گرمه. مثلا می‌خواست بیام یه هوایی بیرون بخورم که انقدر گرمه دیگه نمی‌خوام. هوا هر روز این علیه که همیشه میاد اینجا امروز سر حال نیست. هیچ وقت سر حال نیست وقتی از سر کار میاد. آره قهوه بخوره اینا یکم بگذره خوب میشه. با عشق خانم شوشتری با خط خوبش مینویسه براتون جمله های متفاوت رو. بگو فیلمم دارم میبینم و همیشه در حال مشاهده فیلم لیوان ها رو آماده میکنه. دارم اوزارک میبینم راجع به پولشویی. اگه میخوایم پولشویی کنین حتما نگاه. چند قسمته؟ نمیتونم من میخوام پولشویی کنم ولی وقت ندارم. نیکانو داریم مسئول که مسئولیت داده به من. علی که اصلا سر حال نیست تیشرت جدید خریده. فرباد عزیزم خریدار رو کرده اومده رفته به زندگی ها رسیده اینجاست. یه قهوه دیگه فکر کنم بخوره. ساعت 2 خورده در راستای کارهایی که هیچ وقت تموم نمیشه. فرباد داره فیلتر آشغالی رو تمیز میکنه. سهیلا داره واسه مشتری سفارش میکنه و کافی شاپ
پر مشتری ساعت 2 فقط به ما استراحت میدادیم ما یه چیزی بخوریم بعد میومدیم. ببخشید من پول بدم نمیاره. ایپوپولوژیس یا چراغا خاموش زیر دوشی میخونیم ما با هم قرص و تو قرص هم حتی هر شب بلو کم نکنیش افتاده پایین و ما اسنک رو روی اون میزنیم و الان نمیتونیم اسنک رو بزنیم نه ولی سینی داریم. اون در رو هیچ وقت نمیبنده، هیچ وقت. این مهمه که توی کافی شاپ همه چیز آماده باشه که یه موقع به این مشکل تخته گوشتی که افتاده اون پشت و ما دستمون بهش نمیرسه دوچار نشیم که الان شدیم، ولی فردای سر مهم نیست. آره قهوه رو میزنیم آسیاب شه، اینم که خالیه و پرش کنیم. توی کافی شاپ هیچ وقت کارا تموم نمیشه ها. گفتی اقتصادی؟ نه دیگه بد نشو با خودت گوش نکنه به حرفای داره این رفیقات فاصله بینمون میسازن یه سری حرفا. میشه همه کارای این کافی شاپ با منه. من الکی میگم باشون کارا رو انجام بدم. سویلا این کارو بکن، سویلا اون کارو حرفاشت میبافن نمیشه کرداره کرد اعتماد بشون تو بشو رد آخه رد داده مخشون الان خوبم ولی بد میشن دوشنت میبرنت بالا بعدشم میندازن. من مبیناست مهم نیست خوش بدش. نشی چیزی میگفتی؟ نشی قربان میکردی؟ مطمئنی؟ برو لای سفید و سنگ میکنیم سوار شهر میزم گیتو براش عوض شد هواش ما با هم خاطره میسازیم عکسای دوتایی میندازیم. آیتم صورتی یعنی پرطرفداری ترین آیتم صورتی فکر میکنم که اسنک باشه. 4:30 من گشنمه خستمه ساندویچ میخورم. سویلا فیلم میبینه همچنان و چرا نمیره؟ با هم بریم دیگه. آها آره؟ مثلا که ساعت که داری خروج میکنی منم خروج کنم چون من میگم دیگه من مثلا پا میرم ساعت 7 شده مبینا کجایی؟ فرباد بالا داره ماشین رو رنگ میکنه پای شلوغه دستنها کسی نیست کارا رو بکنه. عزیزم 4 روز دیگه عروسیه باشو بریم خرید حالا میریم دیگه الان با من بریم. ساعت 4:30 با وجود همه خستگی ها و هنوز همچنان کسلی ها برق پاساژ روشن شده. مشتری الان میان. من تو این فیلمه زنش رو بکشه این بهش عشقی اعتماد نمی‌کنم. من باید جواب مشتری رو بدم. سویلا جان میشینن و از فیلم دیدنشون لذت میبرن. خب این ساعت من میام این طرف ببینم همه چیز درست و آماده باشه که آماده نیست آماده و مرتب میکنیم تا مشتری بیان. حاضرم شرط ببندم که این پورتا فیلتر پره سر شام. خیلی مهمه. لطفاً مرا خالی کنی. بعد صبر کن اینجا بالاخره درست میشه. اینجا درست میشه. خیلی خوب اسم فرباد آورد یادم افتاد که بعد تخت گوشو در بیاریم. یه سری کارا 100,000 بارم بگم انجام نمیشه. خودم یادم میره که وقتی هستم بگم بقیه هم یادشون میره که وقتی هستم یا نیستم انجام بدم. بنابراین ما اینجا یه لیستی داریم. این دفترچه منه ولی همه استفاده میکنن. اینجا من هیچ چیز شخصی ندارم. یه سری کارا رو نوشتیم که روتینه. قرار نبوده کنارش تیک باشه اما بعضی از عزیزان که من اسم نمیبرم واسه راحتی خودشون تیک میزنن اینجا. اصلا اشاره نمیکنم. و همونطور که میبینید اینجا فرباد جان برنامه خواستگاریش رو نوشته. این دفترچه منه. نمیدونم چرا فرباد نوشته. الانم دارم واسه فردا صبح یه سری کارهایی که باید انجام بشه که هی میگم ولی انجام نمیشه رو مینویسم. مثلا تمیز کردن کابینت زیر سینک. سویل عزیز واسه من داری برنامه‌ریزی می‌کنی از دفترچه خودت استفاده کن.
من به شما گفتم میتونم از دفترشتون استفاده کنم. شما من چی گفتیم؟ بله از صفحه‌ای که خالیه و چیزی توش ننوشته. شما داشتی کجا می‌نوشتی؟ شما داشتی کجا می‌نوشتی؟ خواستم الکی برگات حروم نشه عزیزم. اون کاغذ رو الان تو میدونی چی نوشتی؟ آره نمیخوای بکنی؟ میگم هنوز اینجا. بله. جناب سفارشتون؟ اتفاقا هم خیارشور خب یه دونه پس لطف کنیم بی زحمت متشکرم. خدا درس میزنم من. شروع مثلا رو خیارشور نزنی اصلا من ناراحت میشم. ارشاد میذارم باید حس. من ناراحت میشم. فقط قیمتش تو منو باید باشه. نه دارم پیدا کن بیار اینجا پیدا بکن برای من. متاسفانه نداریم کنسل. بیا اضافه واسه الو سلام مامان جان. دارم میام خونه. آره دارم میام. خدافظ خانم ریاضی خدافظ. سلام کنید. منو رو میخواید بذارید برید. تشکر و خداحافظی کنید. رفت؟ تو می‌بینی؟ سلام. دوربین به دستی باز پسه برای مبینا؟ بله. برای مبینا اشکال نداره. آره دیدی صدای خودش هم داره. Let's go. در صورتی ما اینجا اینجوریم که با کسایی که صمیمی هستیم میان خودشون اون پشت برای خودشون چیزایی که بلدن میزنن. از صبح ببین چون دو سهیلا جا سهیلا خدا وکیلی پالپ داشت نمیدونم. بله. مثل اون بچه خوش چایی زمین. بزن. پاشو بیا چایی بزن. من یه بار تلاش هم که چایی نمیخوری؟ من شما بزن. من که اصلا تایم کاری ندارم. جای تیکوی. نه کثافت توشه. تو میخوری؟ بیا بیش نشون بده نشون. ببینم. یه میخوری؟ نه اشکال نداره. قهوه با چای بریزم؟ واکنش صادقانه خودش رو دید. واکنش صادقانه. بریزم من مشکل ندارم. از نظر من سنگ کلی گرفتیم به من ربطی نداره. خب نمیشه الان واقعا خالی بکنیم و دوباره پر بکنیم؟ سخته. اینقدر سخته نه؟ حساب می‌کنم فرضاً آفرین صافی داری. امروز نوخامه‌ای داریم آقای دکتر. نمی‌دونم به فرمود گفتم شیرینی خواستگاریش رو باید بگیرم. گفتم الان بگیره ارزون‌تره. میگیره بشامام نمیگیره. گفتم الان بگیره ارزون‌تره. هفته یه $30 میره بالا شیرینی میکشه زیاد میشه. شیرینی خامه نگرفتم چون ماشین ندارم. نامرد. آیس کارامل آها یه سری مشتری هستن که میان داخل یه ازشون نمیپرسم چی میخوام میبینمشون میدونم که چی میخوام اگه منظور شهر بود من منظورم شهر و همیشه تاکیدش اینه که کارمندش بیشتر باشه. دوست خلیفه. ولی شما اگه رفتید جای کافی شاپ اگه درخواست کارامل بیشتر کردید پول بیشتری هم بابتش پرداخت کنید. بله اولویه مرغ خلاص. بدون سس اولویه هست دیگه. آره
من اومدن سرگازمو ریتارد کردن، ماشین کولر میزنی ران خفه میخواد بکنه زور میزنه، یعنی راه میفته از 100% صحبت این دوتا اینو می‌خواستم اشاره بکنم 90% صحبت ماشین. اینو می‌خواستم اشاره مثلا بکنم میرم کنارشون مثلا میخوام صحبت کنیم و اینا یه دفعه اینجوری میکنن فرانک هر چی میگیم من خودم نمیدونم چقدر جدیه اصلا توجه نمی‌کنم مپ تعمیر شیفت لایت تعمیر سویچ مپ شیفت لایت چیه؟ شیفت لایت نمیدونم بکنم روشنایی ایربگ میدونم چیه شیفت روشنایی من ایربگ میدونم چیه سردنده میدونم چیه واشر سرسیلند رم بلدم چیه؟ نمیدونم اسمش فقط بلد بابت باتری 2300 کافی شاپ این شکلیه که یه رو سریش نمیاد 2 دقیقه همزمان 4 نفر آدم با هم میاد سفارش کافرشون نمیدونم این چه موزلیه باریستا بودن چجوریه؟ لذت بخش اگه علاقه داشته باشی لذت بخش این که دستات یه نوشیدنی خوشمزه برای مشتری درست کنی تنهایی کافی شاپ اداره کردن سخته من توی که تنهایی کافی شاپ اداره کردن سخته تنها سخت نیست خسته کننده است میشه ولی اگه مداوم باشه ممکنه خسته یه سال بخوای تنهایی بعضی وقتا عادت نمیشه شلوغ بشه مثل الان که همزمان همه مشتری میاد فقط کافی یه اشتباه کنی و یه ذره زمانت جابجا باشه همه اعتراض میکنن نوشیدنی من چی شد نوشیدنی من چی شد یا این گاد گیرم که تو شدی بهتری مدل آرایشی حاله که چی حاله که چی میدونم حسابت خالیه ولی باز پات کوچی حاله که چی حاله که چی دوباره ما رو فیلمیم دارم پاره میشه بعد از بکنم 40-50 دقیقه مشخص ببینم خیلی خسته تنها آقای راج به من تشنه فعلا هنوز وایساده بار نکشیده خیلی تحملش تا الان خیلی بالا بود و مثلا خانم زحمت کشتن اومدن ظرفا رو شستن منم که این عمله داشتم کار میکردم یه چیزی بگو یه چیزی بگو هستم عروسمون هستن دارن چایی میچینن بعضی میدارن چایی میدن چه مسخره بازی عروس گلمون داره چایی میریزه برامون فداش به شرم منه فداش به شرم منه سلام شاید یکی نخورم یکی رو نزد شاید 2 نفر نخورم خب 2 تا رو نزد شاید 3 نفر دیگه 2 تا رو دیگه نمیخورن سوال 9 این واسه یه جمع‌آوری کافی شاپ همون وقت که کار تو کافی شاپ سخته همون وقت جمع کردنش یه پروسه است مثلا زمان زیادی مثلا همه رفتن خونه هاشون رسیدن لباساشون در من دوششون گرفتن تو هنوز اینجا داری کار میکنی اینجا همه باید دست میشه اول فقط جمع توی تمیزکاری اول باید جمع کنی یعنی اول جلو دستتو خالی کنی بعد خالی میکنی ظرفایی که باید شستشن میکنی بعد دستگاهاتو باید تمیز کنی اگه احتیاج به جارو داشته باشی جارو بزنی اگه احتیاج به تمیزکاری باشه شستن باشه مرحله آخر شستن پارچه ولی این چیز ستمه مثلا داری جمعاجی رو میکنی ظرفا رو میشوری نو میای مثلا میبینی یه عالم ظرف کثیف مثل اینا اونور هست مثلا یه مشتری میاد تازه مثلا آخر وقت الان هم نیست آخر وقت یعنی مثلا 2 دقیقه مونده برای خاموشه با اعتماد به نفس سلیس بعد از اونجایی که ما پول لازم داریم مجبوریم پول لازم داریم یکی از پول بدش میشه آدم بین 2 دلی گیر میکنه بگیرم نگیرم بگیرم بعد میگیری همون مشتری که بلایشون میبینه برق خاموش شده پاساژ در پایینش بسته
میشین اینجا اسپاش احساس میکنه فضا مختص خودش شاعرانه کردن موسیقی کافی شاپ میشه. آره این مرحله تموم شد. چیکار میکنیم؟ میایم اینجا. این یه بک واش داره ولی الان فعلا فقط یه آب میگیرم توش تا بک واشش رو دیرتر انجام بدم، چون ممکنه یهو این وسط مثلا اتفاقی بیفته چیزی بشه. یه بک واش بحث تخصصیه واسه شستشوی دستگاه دیگه، هر کسی که بایستا باشه باید بلد باشه. اینجا این همون ظرف است که یادمون میره بشورینش. پارچه کافی شاپ رو باید تمیز بشورینشون. بعد چند وقت یک بار کلا پارچه رو بندازیم بیرون. اولا هیچ پارچه‌ای رو نباید توی پارچه سیستم پارچه دیگه استفاده کنیم، مثلا پارچه‌ای که الان بالا سر دستگاهه فقط مخصوص خوش کردن ظرف‌هاست. این نکته یادم اومد که اگه این ویدیو رو یه باریستا یا یه کسی که میخواد کافه بزنه نگاه کنه خیلی مهمه. شما توی جمع کردن کافی شاپ باید تقسیم وظیفه داشته باشین. حالا امروز من تنها میگم یه نفر کلا اینجور کارا رو انجام میده، یه نفر میره سراغ تمیزکاری دستگاه‌ها مثل اسپرسو ماشین و آسیابا باید با پودرهای مخصوصی که دارن اول کامل قهوه‌اش خالی شه، توش از اون پودر بریزی، روشنش کنی، آسیاب کنه، تیغاش تمیز شه، بعد کوپرهاش جایی که دان قهوه توش قرار میگیره خالی میشه، با مواد مخصوص تمیز میشه، گذاشته میشه کنار، بعد اینجا تمیز میشه و میگیم خسته نباشی. ساعت تقریبا 11 همه رفتن، کل پاساژ تعطیله، ولی همونطور که میبینید ما هنوز هستیم چون که باید حساب کتاب کنیم. ببخشید کافه داری آری یا خیر؟